در برنامه قبلی آکادمی موسیقی گوگوش شرکت کنندگان با تلاش بسیار و دلهای پرامید برای موندن در آکادمی موسیقی گوگوش در مقابل اساتید حاضر شدند. پس از ساعتها بررسی و گفتگو، استادان تصمیم خودشون رو گرفتن و 10 نفر نهایی رو انتخاب کردن. به مرحله بعد خوش اومدید. اگه من در این 10 نفر نبودم خیلی ناراحت می‌شدم. هنرجویان باقی مانده مجبور به خداحافظی شدن. از کیان، شهرزاد، آریا و شاهین. خیلی سخته به خاطر اینکه دارم میرم. امروز سالومه ما رو با 10 هنرجوی باقی مونده بیشتر آشنا میکنه. این همه انرژی و این همه لبخند و خنده و اینا واقعا درونت هم همینه. بچه‌ها برای اولین بار ترانه گروهیشون رو میشنون، تمرین میکنن و برای ضبط اون به استودیو میرن. مگه من تو آهنگ گفتم از این اولش چرا شروع کردم افتضاح. میگی این خواننده خوب خونده؟ خیلی افتضاح خونده. همین این چه صداییه؟ نمیدونم چرا اینطوری الان خودم توش موندم. و اولین روز در آکادمی موسیقی گوگوش پس از انتخاب شدن 10 نفر نهایی آغاز میشه. 4 نفری که به مرحله بعدی راه پیدا نکردن، کیان، شهرزاد، آریا و شاهین بودن. سالومه سعی میکنه تا از زندگی شخصی بچه‌ها یکم بیشتر باخبر بشه. ادریان موسیقی رو تو چی شد شروع کردی؟ اصلا از کجا شروع کردی؟ تقصیر مامانم بود. تقصیر مامانت بود. تقصیر مامانم بود. آره 5 سالم بود که برام اول یه ویولون خریدم. بعد از اون ضرب می‌زدم. مثلا 6 سالم بود. هنوز که مثلا کلاس اول نرفته بودم که سواد نداشتم یعنی. بعد چی دیگه همیشه چون موسیقی بود، هر کی یه سازی دستش بود، ناخودآگاه کشیده شدیم به این سمت دیگه. یعنی تو سمت بیشتر مامانت رفتی ببین. آره من هم قیافم خیلی شبیه مامانمه، یعنی هم قیافم به مامانم خیلی رفته، هم اخلاقم. ولی آره من هر چی دارم از مامانم دارم به خودم، چون تشویق کنن تنها کسی بوده که من همیشه تشویق کرده و امیدوارم که همیشه ولی چیزی داری آره بهشون بگی؟ توی جمله که نمیشه تشکر کردن آدم از مادرش وقتی یه همچین مادری، ولی امیدوارم که همیشه به چیزایی که میخواد برسه، توی کاراش موفق باشه. مطمئنم هستم که اگه منم موفق باشم اون خیلی خوشحال میشه. آخه ولی آره دیگه بالاخره اینجوری. روشنا خانم خوشگل، چی شد که اصلا رو آوردی به موزیک فارسی؟ چی شد که دوست داشتی خواننده بشی؟ وای من از بچگی که یادم میاد میخواستم خواننده بشم. یادم به شبا گریه میکردم، میخواستم برم بخوابم، به مامان میگفتم مامان چرا من سوپرستار بزرگی نیستم. مامانت رو همیشه تشویقت کردن؟ همیشه، یعنی مامان نمیتونم کم بگم ولی مامان بهترین دوست منه و همیشه منو کمک کرده. فامیلم هم همینطور، همیشه هر جا میرم میخونم. یه چیزی که من خیلی متوجه شدم، به خصوص شما دختره که از سوئد میای، سال اول ارغوان، پارسال ماهان، امسال تو، این که خیلی به خودتون میرسید. من بهتون میگم دختر قرتی پارسال به ماهان میگفتم، سال اول به ارغوان میگفتم. این چیه؟ این از مثلا برای تو از کجا اومده که انقدر مثلا قرتی باشی، قرتی خانم؟ هیچ کی باورش نمیشه موقع میگم، ولی بچه بودم خیلی قش بودم. آخه نه آخه واقعا چاق بودم، یعنی توپل بودم و واقعا آره عکس بعدم بهت نشون میدم. نه یعنی بچه‌ها تو مدرسه اذیتم میکردن. از بچگی این یه سنگ بزرگ بود تو مثلا دلم، تو همه عمرم که خیلی سعی کردم سخت روش کار کنم که اعتماد به نفس بگیرم و احساس کنم که من خوشگل ترین دختر هستم و من اصلا زشت نیستم و من چاق نیستم، من خوشگل هستم. و این از واقعا یاد گرفتم که این یه چیز از تو میاد. هر چقدر سعی کنم آرایش کنم، این کارو کنم اون کارو کنم، نمیشه اگه آدم از قلبش احساس نکنه که من خوشگل هستم. و امیدوارم یه روز رد میشم از آینه نگاه نکنم، احساس کنم که اوکی هستم. تو هم خوشگلی هم خوش‌هیکلی، اصلا باورم نمیشه که اصلا بیخود کرده هر کی گفته که تو زشتی.
خوانندگی میدونی کجا شروع کردم من خیلی بچه بودم آهنگ یه جبه جواهر ابیو خیلی دوست داشتم. دلم مثل یه جعبه است. ببین من اینو شروع کردم تو حموم خوندن. خیلی کوچیک بودم، یعنی تو ایران بودیم هنوز. بعد خیلی دوست داشتم، همیشه میخوندم، تو مدرسه میخوندم. 10 بارم منو از کلاس مینداختن بیرون. آقا این چیزا چیه؟ میبستن بهم. من چون هیچ موقع نمیترسیدم. هر چیزی که فکر میکنم درسته از نظر خودم یا درست نیست، عقیده‌مو بیان میکنم. این طرز فکری که داری توی طرز برخورد تو، کارات و لباس پوشیدن تو همه چی تاثیر گذاشته؟ چون لباس پوشیدن سبک خاص خودته. مثلا گوشواره هایی که میندازی، همه اینا. میخوای ذره برامون صحبت بکنی راجع بهش؟ آره. من از بچگی نه اینکه دوست داشتم، ولی همیشه یه چیزی بود که متفاوت بودم. تو مدرسه‌ام که میرفتم بهم میگفتن، من کلاس 4 بودم، بهم میگفتن تهاجم فرنگی تو مدرسه. چون میرفتم تازه تو نروژ؟ نه تو ایران. تو ایران آره، ببخشید. 4 دبستان. به دو تهاجم فرنگی. آره. چجوری لباس پوشیدی مگه؟ نه مثلا موامو درست می‌کردم نسبت به بچه‌های دیگه، یا مثلا لباسای خوب می‌پوشیدن. همیشه دوست داشتم، این بوده دیگه. آدم جرأت باید داشته باشه تو لباس پوشیدن. تو چی میگم، آدم باید خودشو به اونجوری که هست نشون بده. هر کی هر جوری میخواد بره. این درستش همینه، میدونی؟ مثلا اینکه من بگم تو این غذایی که میخوری، مثلا این کافی که اینجوری میگی دستت، نگیر لیوان تو، اینوری بگی که من میگیرم. خب این درست نیست. هر کسی آزاد، مختار هر کاری که دوست داره بکنه. و برات هم مهم نیست مثلا دیگران چه نظری میدن؟ نه ببین نه، چون اگه مهم باشه من هیچ موقع خودمون پس کی زندگی کنم. ما یه سری چارچوبای فرهنگی واسمون هست هنوز تو ایران که توش موندیم، یعنی دوست داریم که حالا تو اون چارچوبه باشیم. اگه یکم بیرون از چارچوب بیایم، مثلا این تابو شد، این خطاه، میدونی؟ برو تو چارچوب کارتو انجام بده. پس نمیترسی از این موضوع؟ نه اصلا من مثلا فرق نمیکنه کی چی بگه، واسه اینکه آدم هر چی که هستش خودش باشه، کپی نباشه. میدونی چی میگم؟ یعنی آدم باید تمام اون وجودشو واسه دیگران بگه من اینم. تو خوانندگی هم همینجوره. خانواده‌ت هم به خوندن علاقه دارن؟ بله، ما خانواده‌ام میخونیم. از بچگی تو موسیقی بودیم. الان من یه دختر خواهرم دارم، 1.5 سالشه، دنا خانوم. ایشون هم از همین الان دیگه میرقصه و میخونه و حالا ان شاءالله اومدیم بعد میبینیمش. چه چیزی از آلمان خیلی دوست داری؟ چه چیزی اونجا بهت یاد دادن؟ یعنی چه چیزی از اون کشور یاد گرفتی که فکر می‌کنی که اینم اضافه شده به چیزای خوبی که از به قول خودت ایل بختیار یاد گرفتی؟ من چیز فرهنگ خودمو که فراموش نمی‌کنم، دلیل بر این نمیشه که چیزای جدید یاد نگیرم. مثلا آلمان، من قانونش رو خیلی دوست دارم. قانونش، چیزایی که از من میخوام من رعایت میکنم. چه چیزی اینجا خیلی خوشحالت کرده؟ چه چیزی دوست داری مثلا اینجا بیشتر به دست بیاری؟ خوانندگی. بله. چیزی که تو ایران نمیتونه آدم خوب بهش برسه اینجاست. اگه بخوام یه زمانی هم بتونم خوانندگی کنم، بختیاری حتما میمونه. یعنی طوری نیست که من واسه این آلبوم بدی بیرون 3 تاش آهنگ بختیاریه. از 10 تا 7 تاش بختیاری. این همه انرژی و این همه لبخند و خنده و اینا واقعا درونت هم همینه؟ من همینه. همیشه بچه‌ها میگن ندا تو رو که میبینیم ما اصلا خودمون خوشحال میشیم. اگه اخلاقشون بد باشه من میام تو، اصلا واقعا همشون با خودم میگیرم، میگم بیا دیگه اب نداره، خوشحال باشیم. زندگی واقعا خیلی کوتاهه که آدم زیاد ناراحت باشه، ولی همین دوست دارم همه کم خوشحال باشن. پس چیزی تو که همه شادی، همه انرژی داری، چیزی هم پیش اومده که مثلا خیلی اذیتت بکنه یا قصه بخوری یا نه؟ آره، امسال خیلی سال بدی بود برای تمام فامیلم. من پسر خالم فوت کرد امسال. این پسر خالم واقعا مثل برادرم بودش. تو آلمان با برادر من بزرگ شدش. بعد این یک بیماری داشتش که خیلی سخت بودش به نام لوپوس. یه بیماری خیلی بدی بودش و متاسفانه امسال فوت کردش. و این گل سنگم رو که زیاد از من مشنوین، اینو من میرفتم هر روز بیمارستان براش میخوندم که اون موقع دیگه نمیتونست دیگه حرف بزنه و اینا. من همیشه دم تختش اونجا وای میستم این آهنگ رو براش میخوندم و این اسما رفتش اصلا واقعا خیلی 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 بد بودش. بعد خواهرش هم دختر خالش سرماس جون، سلام، اون برای من یک ایمیل فرستاد، گفتش برو آکادمی گوگوش.
بعد من گفتم ما برم یا نرم اینا، ولی میدونین این چیزی هستش که واقعا خوشحالیت و یعنی خوشحال میتونم من فامیلم رو باز با این کار خوشحال بکنن که بخندن. باز این که من خودم هستم خوشحال و با لبخند و اینا، دوست دارم اینا هم خوشحال باشن، با هم بشینن این برنامه رو با هم نگاه کنن و واقعا بخندن و خوشحال باشن. من خیلی خیلی دوست داشتم تو این خوشحالیت تو ایران میتونستم داشته باشم که بتونم با فامیلم دور و برم بزرگ بشم. ولی امیدوارم که یه روزی تو ایران هم همین برنامه میتونه بشه. واقعا امیدوارم. آره. در استودیو متروپولیس من و بابک مشغول کار کردن رو ترانه گروهی امسال هستیم. دوست دارم خیلی کارا بکنم، ولی خب میذارمش به اون حساب حد وسط رو نگه میدارم که میگم هر سلیقه‌ای شاید و کار بعد اندازه این بچه‌ها باشه. و کار بعد اندازه بچه‌ها باشه. به خاطر این فکر کنم از اون کابوس و اینا یه ذره از این کابوس بیداری خودت دور باشی بهتره به نظرم. آخه چشم و چراغ من چرا میز این برام میذاره بالا. ببین نشو جرأت کنیم و یکم خشن نیست. همزمان در آکادمی 10 هنرجوی باقی مونده اولین کلاسشون رو با خانم گوگوش دارن. بچه خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. یه سری نکته هست که میخواستم در مورد خوانندگی باهاتون در میون بذارم. امیدوارم در آینده به کار بگیریم، به کارتون بیاد و اون تجربیاتی که من از کار خوانندگی داشتم بتونم در اختیارتون بذارم. من همه رو یادداشت برداشتم که دونه دونه یادم باشه بهتون بگم، از قلم نندازم. من خیلی خوشحالم که میتونم اول کار از یه همچین شخصی، از یه همچین اسطوره هنر ایرانی بتونم از تجرباتش چی میگن کسب کنم. اول میخوام از خودتون بپرسید که ما چی میخوایم برای این که اومدیم اینجا و برای این که میخوایم پا بذاریم تو دنیای خوانندگی. اصلا چی میخوایم از این کار؟ اول باید ببینیم انتخابمون چیه، در چه زمینه‌ای بخونیم، چه سبکی. میخوایم پول دراریم؟ نه، چون خیلیا فکر میکنن که خب بریم خواننده بشیم، 2 تا آهنگ میخونیم، معروف میشیم، پولدار میشیم. این نیست. شما شهرت میخواین که شهرت میتونه 2 روزه با یک ترانه، با یک آهنگ به وجود بیاد. ولی چجوری میخواین اینو حفظش کنین، اینو نگهش دارین که تبدیل به محبوبیت بشه، یعنی تو دل مردم برین، مردم بپذیرنتون، جزء از خانوادهشون بدونن، باهاتون خاطره پیدا کنن، با صداتون زندگی کنن، به قول ما حال کنن. این دستگاهی که اینجا هست که خیلی هم کوچولوه، میتونه صدها صدا از گلوی شما در بیاره. فقط کافیه که اینا رو تمرین بدین. مثل سازه، ولی این ساز رو باید مدام بزنه. مدام شما این ساز رو باید بنوازید و تمرینش بدید تا همیشه در اختیارتون باشه و هر صدایی که میخواین از اون حنجره و از اون تارای صوتی در بیارین. اگه تمرین نکنین، اگه گرم نکنین، شکل پیدا نمیکنه. فارسی رو یاد بگیرید، لهجه رو یکم تا میتونید کم بکنید، چون شنونده وقتی فارسی گوش میکنه میخواد فارسی گوش کنه. واقعا من که میخونم لهجه دارم و من نمیخوام که اینا که آهنگای منو گوش بدن میگن آه وای این چی لهجه‌ای داره و نگن که آه این صداش خوبه و خوشمون میاد میره تو دلمون اینا. یعنی من واقعا الان بر روی لهجه‌ام کار کنم. منم میدونم که لهجه دارم، به خاطر همین باید واقعا سعی کنم که لهجه‌مو بهتر کنم. فکر میکنم خوندن در اماکن عمومی، در جمع‌های بزرگتر
شما رو آماده میکنه، راه و سبک خوندن رو یادتون میده، در صورتی که به خودتون آگاه باشید، یعنی خودتون رو ببینید. این آینه فقط برای مسواک زدن نیست، من اصطلاحاً همیشه میگم این برای اینه که خودمون رو ببینیم، هر نقصی داریم آینه بهمون میگه. من خیلی جلوی آینه تمرین میکنم چون که خیلی مهمه. همونجوری که گوگوش گفت آدم باید بتونه بدون چجوری آدم مردم چجوری آدم رو میبینه، نه فقط من چجوری مردم رو میبینم. و آخر این که خواستم بگم من با 60 خورده سال سن و 50 خورده سال خوندن هنوز میآموزم، هنوز یاد میگیرم و هنوز وقتی میرم روی صحنه برام عادی نیست، هنوز انگار دفعه اولمه و هنوز مثل شما دلم میتپه، دستام میلرزه و نگرانم. نفس کشیدنای عمیق، دم عمیق و بازدم قبل از هر خوندن بهتون این امکانو میده که اون استرس رو هم بهش غلبه کنین، کمتر بشه در شما نگرانی و تشویش رو. تنفس خیلی کمک میکنه. مطمئنا اونجوری گفتش که قبل از استرس، قبل از اجرای هر برنامه وقتی استرس زیاد داری یه نفس عمیق بکش، بهش فکر کن، بعد کمکت میکنه که استرسات خیلی چیز بشه. چون من خیلی استرس میگیرم، این خیلی کمکم کرد این حرف. ولی این نگرانی و این لرزش و این هیجان کمک میکنه که محکم‌تر بایستیم رو پامون. امیدوارم که این چیزایی رو که براتون گفتم به کار بگیرید و خودتون رو باور کنید. مرسی از همتون، متشکرم که به حرفام گوش کردید. همه فرمایشاتی که گفتن، اون تجربه 50 خورده فکر میکنم گفتن، من فکر میکنم همش به دردمون میخوره، تک به تکش. سالومه همچنان داره با بچه‌ها یکم بیشتر آشنا میشه. خب خانم دکتر، شنیدم میخوای دکتر بشی وقتی بزرگ شدی؟ انشالله. و چرا اومدی خوانندگی؟ نه، من همیشه دوست داشتم هنر و سیانس با هم دیگه داشته باشم. همین امسال من بین مدرسه و دانشگاه 1 سال گپ گرفتم که فقط روی کارهای هنر کار کنم که قسمت من شد دیگه اینجا اومدم. که بیای اینجا. خب پس برای چی میخوایم از اون پزشکی؟ چرا پزشکی علاقه داری؟ من خودم شخصا بچه بودم یه بیماری گرفتم اسمش کاواساکی سیندرومه که مشکل قلب به من داد و پوست انداختم، یعنی یه مار. و یادم هست بچگیم خیلی برای چند سال خجالتی زیاد داشتم به خاطر این پوست انداختن بعد از اون بیماری. بعد من همیشه به خودم میدونستم که میخوام یه کاری با دستام بکنم که زیبایی رو به یکی دیگه بدم. چقدر خانواده تشویقت کردن؟ من در مورد این یا در مورد آکادمی و در مورد خوندن و کلا همه چی؟ در مورد آکادمی خیلی خوشحالم. از اولین سالی که شروع شد آکادمی من 16 سالم بود اون موقع و نگاه میکردم به مامانم میگفتم مامان من باید وایسم تا 18 سالم بشه، باید برم شرکت بکنم و خیلی در مورد این موضوع خیلی خوشحالم که من با این لهجه‌ام تونستم بیام اینجا. ولی در کل در مورد موسیقی من بابام میگفت که خودش جوان‌تر بود سنتور میزد و باباش خیلی ریلیجیس بود و سنتورش رو پیدا کرده و قایم کرده بود. بابام کوکش توی هوای داغ در رفته بود، دینگ دینگ کرده بود، پیدا کرده بود. بابام یه فصل کتک زده بود و سنتورش هم شکست که بابام همیشه هنر رو زیر قایم میکرد از باباش. خب همیشه به من قول داده بود که خودش بچه داشته باشه برای اونا بتونه موسیقی رو بزرگ بکنه که همین من 7 ساز میزنم، خواهرام ساز میزنن، هممون خیلی موسیقی رو توی خانواده‌مون دوست داریم. الان پدر بزرگت هستن؟ پدر بزرگم نزدیک 5 سال پیش خدا بیامرزتش فوت کرد. ولی میدونست شما ساز میزنی؟ من و خواهرمو خیلی دوست داشت که ساز میزنیم. فکر کنم بعد از
انقلابی فکر را عوض شد و برای نوه‌هاش خیلی خوشحال بود. و من همیشه میگفتن 3 سالم بود میرقصیدم براش، میگفت این بزرگ میشه آبرومون رو میبره رقاص میشه. خب دوست داشت که ما میخوندیم. احسان تو تازه اومدی از کشور خارج شدی درسته؟ آره. من خانواده ایرانه؟ آره. چقدر تشویقت کردن که بیای وارد این آکادمی بشی؟ خیلی زیاد. خواهرم و برادر بزرگم بی‌نهایت علاقه داشت به این کار و همیشه منو پوش میدن، فشار میدن، هولد میدادن، میگفتن باید بری، باید به هر طریقی شده تو بری داخل آکادمی گوگوش. بعد هیچ وقت فکر نمی‌کردم بشه همچین چیزی برام اتفاق بیفته که بعد خدا رو شکر همچین چیزی اتفاق افتاد و خودم خواستم. توی ساز زدن چطور؟ اونم برادر تشویق میکنه، خودش ساز میزنه؟ آره من میگم تو هر زمینه‌ای اون فقط از خود گذشتگی میکرد. حتی واسه آدیشن که اومد خودش خواننده است، نیومد تست بده و اینا، گفت نه تو برو. و من همیشه اینجوری من فکر میکنم، همیشه پشت اون کسایی که به یه مرحله میرسن که دوست دارن، یه رویایی دارن میخوان برسن، همیشه یه کسایی هستن که پشتشون قرص وایسادن. حالا میتونه برادرشون باشه، میتونه پدرشون باشه، میتونه مادرشون باشه، میتونه دوستشون باشه. یه نفر همیشه هست که اون پایین هواشو داره، حالا از هر نظری که میخواد باشه، مالی، اقتصادی، نمیدونم، از نظر روحیه، از همه چیز. هلن خانم خوشگل آروم ما، البته تو کوکو همچنان آروم نبودی، روی صحنه قشنگ خودتو نشون دادی. هلن بگو ببینم چند سال بود از ایران اومدی بیرون؟ نروژ به دنیا اومدی؟ بله، نروژ به دنیا اومدم. بعد تا 8 سالگی نروژ زندگی کردم. بعد یه 8 ماهی پاشدیم رفتیم ایران. بازم بعد از اون رفتی ایران؟ آره، هر سال میرم. آره خوب بود. یعنی پس دوست داشتی؟ هر دفعه کدوم شهر میری؟ همون رشت میرم. تهران هم فامیل داریم ولی بیشتر رشتیم. دوست داری برگردی اونجا کلا یا نه؟ برای زندگی کردن امیدوارم که یه روز بتونم. یعنی آرزوی من هست که من بتونم تو کشور خودم که ایران است، واقعا من خودم هم ایرانی میدونم. ایرانی شمالی؟ بله. بتونم یه روز اونجا برگردم، همین کارهایی که اینجا میکنم همونجا بکنم. از این که بگو که چی شد رفتی دنبال موسیقی؟ چیزهای سختی در زندگیم پیش اومد، نمیدونستم چطور حلش کنم. به خاطر همین شخصی بود؟ بله. به خاطر همین شروع کردم به موزیک گوش دادن. بعد به من آرامش میداد، یعنی میتونستم با اون موزیک فرار کنم از مشکلات. به خاطر همین کم کم شروع کردم مثلا خودم بخوندن. همطوری هم احساس میکردم که این راه، همطوری که گفتم، راه فرار بود، من رو آزاد میکرد از اون مشکلات. ارمیا موقع آدیشن یادمه که از من یه چیزی گفتی برای پسرت بنویسم. آره. پسرم شما رو خیلی دوست داره. آره خیلی. اصلا بهت نمیاد ولی واقعا. مرسی. چند تا بچه داری؟ من 2 تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. بعد با آلمان هستن دیگه با شما؟ بله، آلمان هستن و من خودم چند سالی هست که آلمان زندگی میکنم و اونجا ازدواج کردی؟ بله، همسرم آلمانی هستن. بعد خانواده‌شون هم که دیگه همشون همونجا هستن، ولی خیلی مهربونن و با محبتن، خیلی هم به من احترام میذارن، خیلی دوستم دارن، چون اونا مسیحی هستن میدونین که. بعد من خب مثلا اونجا با روسریم و اینا خیلی برای خودم هم جالبه که چقدر تا حالا به من نگفتن روسری تو در بیاره، چرا روسری سرته. واقعا تو هر شرایطی که منو همینجوری که هستن دوست دارن. بعد این 2 سالی که برنامه پخش میشد همیشه یه جورایی با حسرت این برنامه رو نگاه میکردم. دوست داشتم همیشه بیام، ولی همیشه با خودم فکر میکردم آخه من روسری دارم، مثلا نمیتونم که برم اینجا، چجوری برم برنامه اجرا کنم یا بخونم. بعد مثلا همسرم هم میدید که من چقدر دوست دارم، ولی به خاطر اینکه مثلا حالا روسری سرم نمیرم، مثلا نمیخوام بیام. اتفاقا روزی که میخواستم بیام حتی صبحش نمیدونستم ظهر پرواز دارم، یعنی صبح دیگه به زور گفتش که برو، نباید بری. بعد خودش کلیمو بست و بعد با هم دیگه رفتیم فرودگاه، بلیط گرفت و بعد من خودم فکر نمی‌کردم اصلا بلیط گیر بیاد و یه همچین برنامه‌ای باشه. بعد دیگه هیچ دیگه گفتش که گود لک. من خودم خیلی هیجان زدم، واقعا نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، چون برای خودم هم همه چی اتفاقی بود و فکر میکنم یه عده خب
شاید دوست نداشته باشن، میگن که حجاب ربطی به خوندن نداره، ولی به نظر من خودم فکر میکنم که دینداری، یعنی کسی که مثلا دین داره، اتفاقا دین و شادی و نمیدونم اینجور چیزا با همه. یعنی دلیل نداره که مثلا کسی دین داره فقط عزادار باشه یا مثلا تو مراسم عزا شرکت کنه یا حق نداشته باشه بخونه یا مثلا متوجه میشه. من خودم فکر می‌کنم تناقضی با هم دیگه نداره، چون من یه خط قرمزایی همیشه برای خودم دارم تو زندگی و همیشه تو اون حریم حرکت میکنم. دوست ندارم که از اون خط قرمز عبور کنم. یه عده هم شاید اصلا خوششون نیاد، یه عده هم شاید خیلی دوست داشته باشن، یه عده دیگه هم شاید بگن خب پس ما هم میتونیم، چون تو ایران هم خیلی هستن که صداشون خوبه. ولی خب من دوستای خیلی زیادی داشتم تو صداشون واقعا قشنگ بود، ولی هیچ کس صداشون رو نشنید و فقط در حدی بود که تو مدرسه میخوندن یا خودمون با هم میخوندیم. به خاطر همین فکر میکنم برای اونا هم شاید یه قدرت و جرأتی به اونا هم بده. ببینم مجید مدرسه میرفتی اون دوران بهت میگفتم مجید جان دلبندم؟ بله. دبیرستان بودی بهت میگفتم؟ نه دیگه بزرگ شده بود. به نظر من خیلی شیطون بودی مدرسه، نه؟ به نظر ساکت میومدم ولی شیطون. یعنی چی؟ یعنی معلم‌ها میگفتن چه بچه خوبیه ولی بچه‌ها دست داستی بودن. همیشه مدیرمون میگفت که تو به نظر میای ساکتی ولی چرا این شیطونی ها رو میکنی؟ از کی که کار زدن شروع کردی؟ من 9 سالم بود. بعد اینکه با داداشم رفتم به تولدی، یعنی دوست داداشم تولدش بود، رفتیم و دیدم 2 نفر دارن میشینن گیتار میزنن و خیلی خوشم آمد. خود به خود علاقه بهش پیدا کردم. بعد به داداشم دیدم تو باید برام چیز بگیری، یه گیتار بگیری. گیتار گرفت با وجودی که اصلا نمیدونستم چجوری بگیرم، چجوری اصلا با چه سیمی بزنم، از کجا شروع کنم. بعد یه کتابی داشتم، یه سری آکوردا روش با شکل نشون داده بود و چند تا شعر از خانم گوگوش و شادمهر و کسی دیگه. خب تونستم بزنم و کم کم طرز زدن رو یاد گرفتم و به خاطر اصرار زیادم از حدود بگم 11-12 سالگی دیگه خوب تونستم. خود بدون معلم؟ بدون معلم. خب خیلی مرسی. موفق باشی مجید. مرسی عزیزم. مرسی. در ادامه برنامه هنرجویان با کمک گوگوش، بابک و هومن روی ترانه گروهیشون کار میکنن و برای ضبط اون به استودیوی متروپولیس میرن. شعر رو هر کی حفظ نباشه بچه پارتش امروز گرفته میشه ازش. و مثل اینکه بعضی از هنرجویان به مشکل برمیخورن. همین این چه صداییه؟ من یهو عوض شد از صبح تا حالا. نمیدونم خود چرا اینطوری الان. خودم توش موندم. در آکادمی شرکت کنندگان مشغول تمرین رو آهنگ گروهیشون هستن، همراه با بابک، هومن و گوگوش. بچه لطفاً به من گوش بدین. اگه میبینی میترسم، اگه چیزی نمیپرسم، اگه بیهوده پوسیدم، چه یه بالا میخوایم، من از ترس تو ترسیدم. یه قطع میخوایم. مجید جانم شما شروع کن. اگه میبینی میترسم، دوباره اگه میبینی میترسم. همون ملودی با مصرع بعد. با چیز بعدی؟ بریم. سب کن. جانم. بذار ادریان بخون. ادریان دوباره این تیکر رو ادریان بخون. اگه میبینی میترسم، اگه چیزی نمیپرسم، احسان. اگه بیهوده پوسیدم، من از ترس تو ترسیدم. میخواین من یه کوچولو زمزمه بکنم بقیه رو؟ بخونم. دوباره میشه از این لب بستگی ها و از این دل خستگی ها و توی زهره تابستون. دوباره بالا.
از این یخ بستگی ها دقیقا اون نوت کشیده رو میخوام. خب گرفتی همین جان؟ از این لب بستگی ها و از این دل خستگی ها و حالا توی زهره تابستون از این یخ بستگی ها و آفرین. از این تصویر خانم پس بنویسیم آدریان، احسان، امیر، مجید. حالا امیر حسین میشه از این تسلیم اجباری به این تقویم تکراری. این نوتم میخوایم کشیده شه. تموم عمر رو بخشیدم من از ترس تو ترسیدم. اینو امیر حسین بخونه. از این تسلیم ملودیش میشه یعنی از این تسلیم اجباری به این تقویم تکراری. دوباره از این تسلیم اجباری به این تقویم تکراری تموم عمر رو بخشیدم من از ترس تو ترسیدم. بیا و تکیه گاهم شو از آغاز همین قصه. آخه چشم و چراغ من چرا میترسی هم قصه؟ مگه هر قطره بارون واسه دریای دنیا نیست؟ تو که باشی منم هستم دیگه این قطره تنها نیست. گام آقایون با خانم‌ها میدونی فرق میکنه. مثلا من نمیتونم الان جای خانم‌ها بخونم، بنابراین من آوردمش پایین که بعد که خانم‌ها میخونن یه اکتاو بالاتر شه که بیفته جای صداشون. بیا و تکیه گاهم شو از آغاز همین قصه. خب چون همین جنسو میخوایم دلسا تو بخون. آخه چشم و چراغ من چرا میترسی هم واسه؟ پس باز همین ملودی هم تکراره. آره روشن. مگه هر قطره بارون واسه دریای دنیا نیست؟ تو که باشی منم هستم دیگه این قطره تنها نیست. یه ذره جنس صداشون فکر میکنم ندا روشانا به همدیگه یه خود مچه. چون روشانا خون ندا بخونه بعد روشانا. تو که باشی منم هستم منم هستم تو که باشی منم هستم. نه تو به اون بدی. تو که باشی منم هستم دیگه این پایش سری زود برو که واسه تا دیگه جالب این بود. قطره تنها دیگه این قطره تنها نیست. دیگه این قطره تنها دیگه این قطره تنها نیست. دیگه این قطره تنها نیست. خب حالا هلن و امیر. توی این جشن بارونی تو دریایی نمیدونی. یه عمری تو گوشت خوندن نمیذاریم نمیتونی. چه حرفایی تو دل هامون سالا که نپرسیدی دوباره از نگاه هم من و تو هر دو ترسیدی. چه حرفایی تو دل هامون سالا که نپرسیدی
حرفایی. و در استودیوی متروپولیس مهمترین مسئله، میدونم چیزی نمونده تا ضبط، شاید هم دیر باشه این حرفایی که، ولی تنها نگرانی من اینه که کاملا طبیعیه. بعضی از بچه‌ها بعضی از کلمات رو نمیدونن. دیروز میشینم مثلا آغاز یکی عغز میخون که حالا میگم بدون آغاز همون یعنی اول، شروع، ابتدا. یکی تسلیم و تصمیم میخوند. اینا نکات ریزیه که ممکنه خیلی بگن حالا که چی، ولی وقتی تسلیم میشه تصمیم، که اصلا از این تصمیم اجباری یعنی یه چیز دیگه، تسلیم اجباری یه چیز دیگه. پارسال هم بچه‌ها وقتی حرفایی رو خوندن، اونهایی که پارتشون رو نمیخوام بگم بهتر خوندن ولی با اعتقاد بیشتری خوندن، یه جای دیگه تو قلب شنونده ها و بیننده ها باز کردن. چون مشخص بود وقتی میگفتم به زیر سقف این خونه، اعتقاد داشتن که اونها یک مهمونن. این ترانم برای من دست کم ادامه یه حرفاییه، چون همون برنامه است، همون جاییم، همون اتفاق قرار بیفته، ولی به نظر من یکم به بلوغ رسیده. اولش داره اعتراف میکنه اگه میبینی میترسم، مثل تو هم محتاج به تو هم، من از ترس تو ترسیدم، و بعد میاد التماس میکنه بیا و تکیه‌گاه هم شو. من نمیخوام بترسم، چون تو میترسی منم میترسم. فکر نکنید که این کار گروهی کمتر جدی بگیرمش، اصلا. هنوزم بچه‌ها که به من میرسن خیلی هاشون میگن من وقتی حرفا رو گوش میدم فقط به فلانی گوش میدم، و متاسفانه 3-4 نفر رو هی تکرار میکنن اسمشون رو. مسئله صدا نیست، مسئله حس. اینجا توی ظهر تابستون چرا باید یخ بسته باشه؟ امیدوارم که جلسه‌تون در نیاورده باشه. مرسی بچه‌ها، موفق باشید. من دیشب با مادرم داشتیم این لیریک رو میخونیم با هم، بعد درباره‌اش حرف زدیم و واقعا میره تو قلب آدم. خیلی خیلی خوبه. با معنی آهنگ من خیلی میتونم خوب رابطه برقرار کنم، برای همینم وقتی میخونمش از با احساس خوندن خودم مطمئنم، چون میدونم چی دارم میخونم. قبل از ضبط هنرجویان یک بار دیگه دور هم ترانه رو تمرین میکنن. شعر رو هر کی حفظ نباشه بچه پارتش امروز گرفته میشه ازش. بریم. اگه میبینی میترسم. خیلی ماشینیه. شما میگی اگه میبی من آخه اینقدر ملودی تو سرم نمیتونم اشتباه بگم که. خوب خوندم، خودم راضی بودم، ولی روی نوت دقیق رو نوت نبودم. اگه چیزی نمیپرسم. الان وسط یه نوت و نیم نوت بود. اگه چیزی نمیپرسم. الان درست بود، ولی همین اگه نگه داری. اوکی. الان همین دومیش فقط بگم ها. الان اولی هم بگو. خب دو خط اینقدر سخته برام گفتن. آدم میتونه خواننده حرفه‌ای بشه و 2 تا لاین رو نتونه بگیره. واقعا اصلا اول اصلا نگرفته بودم این نوتو، یعنی چون خیلی سخته، هر کسی اولا متوجه نمیشه که اشتباهه، یا فقط خودشون و ما هم میفهمیم که مثلا شاید یه نوت بالا پایینه. شما یه نوت اون وسط یه کاری میکنی. اگه میبینی میترسم. این الان درسته. خب اینو نمیگی وقتی میریم ضبط. آقا نگهدار همین ورزیون دومو. من الان دیوونه میشم. آدریان یه مقداری تو گرفتن اون نوتی که تو ملودی اصلی هست یه کوچولو مشکل داشت، ولی بعداً رفت شد. بریم. اگه میبینی میترسم. اگه چیزی نمیپرسم. مرسی. الان کاملا فهمیدم چی میگفت پایبه. بریم احسان جون. اگه بیهوده یه خود کمتر. تو هی میگی اگه چرا اینقدر اوشبه میای؟ اگه بیهوده پوسیدم. احسان جان اینجا که میگه اگه بیهوده پوسیدم، نمیدونم شاید اون کار میکنی مثلا حس اون پوسیدم رو بدی، ولی اونجا قشنگتره مثلا یه تا چیز هم باشی، تازه عصبانی هم باشی. اگه بیهوده پوسیدم. به احسان جان پانچ میخوایم اینجا. اگه 2 تا نوته. اگه آها. آره چیز نکن اینجوری نشه. اگه نشه. اگه بیهوده پوسیدم. من اصلا احسان جان اون نشه. احسان با اینکه موزیسینه، من خیلی اینو قبلا هم بهش گفته بودم، نوتای وایبریشن ها، اون لرزش ها، اون قطع نشدن ها رو رعایت کنه. امروز یه کمی تو اون مشکل داشت. مشکل حس نبود، ریتم هیچ چیز نبود، فقط یه لرزش توی
کلمه ها بود. بعدا خیلی بهتر شد. اگه بیهوده پوسیدم من از ترس تو ترسیدم. keep that. thank you. مرسی. کلا تو خوندن میگن اشتباه شروع میکنی. تا حالا 3 نفر رفتیم 3 نفرمون همین بود. از این لب بستگی ها و از این دل خستگی ها و امین این چه صداییه؟ این چرا یهو عوض شدی از صبح تا حالا؟ از این لب بست همین دیگه جوندارتر. از این لب بستگی ها و این حسه؟ نمیدونم والا، حالا چون دفعه اولمونه میریم اونجا اینطوریه، خودم توش موندم. از این لب بستگی امیر جان مگه من تو آهنگ گفتم از این؟ من اینجوری گفتم؟ امیر شاید تجربهش از بقیه بچه‌ها کمتر باشه، بنابراین من زیاد ازش انتظار ندارم که بهترینی که مثلا من فکر میکنم باشه. نمیدونم خب چرا اینطوری الان. امیر دفعه آخرت الان میگم جون نداره، تایمینگش درست نیست، من هیچی نمیشنم الان واقعا. یعنی اینو بذاری باید پارتتو برداریم دقیقاً. شاید تعداد بیشتری مجبور شدیم ضبط کنیم باهاش. دفعه آخره برو تایمینگتو لطفاً درست کن. نمیدونم حالا چیکار باید بکنیم. از این لب بستگی ها و از این دل خستگی ها و در آخر نزدیک شدیم به اون چیزی که تو فکر من بود. یه حالت دیگه داره وقتی میری پشت میکروفون وای میسی و میخوای شروع کنی خوندن، جو فرق میکنه دیگه. حالا ببینیم چی میشه. توی زهره تابستون از این یخ بستگی ها و مجید اون لرزش نباشه بقیهش خوبه. یه چیزی هم هست توی زهره تابستون. تحریر رو بده ما بشنویم، اگه بعد اومد نهایت میگیم بده دیگه. مجید رو سعی کردیم نزدیکترین جایی که به صدای خودش میتونه باشه ضبطش بکنیم. اولیه خوب بود. توی زهره تابستون شد. تابستون. سه میاد ته نمیاد. توی زهره تابستون. خوبه این خوبه. الان خوب شد. بریم. اوکی همینطوری؟ بریم. توی زهره تابستون از این یخ بستگی ها و خوب بود، بهتر از 3 نفر اولی یه خورده چیز شدن، سرحال شدن که من یه خورده بهتر خوندم، ولی خب خوبم نبود. ببین همه خوب میخونن، وقتی میرن پشت میکروفون وای میسن یه چیز دیگه میشه. از این تسلیم اجباری به این تقویم تکراری. امیر جان ببین وحشتناکیش نیست، مسئله اینه که پر از لرزشه و از اون قسمت اول نوتا رو اصلا نمیشنوی، بعد صدات هم یه اوی داره. امیر حسین انتظار بیشتری از امیر حسین داشتم من، تو چیزی که همیشه میشنیدم نیست. داره خب یه بار دیگه بریم. انگار یه گرفتگی، انگار جلوشو گرفتی. من نمیدونم چرا. وقتی مجبورت نمیکنن یه کاری انجام بدی خیلی خوب این کارو انجام میدی، ولی مجبوری یه کاری انجام بدی چند نفرم نشستن، هر چقدر میخوای درست، هر چی میخوای درست‌تر انجام بدی غلط‌تر میشه. شما الان اینو شنیدی؟ الان اینو میشنوی بیرون چی میگی این خواننده خوب خونده؟ خیلی افتضاح خونده. اولش چرا شروع کردم افتضاح بود، ولی بعدش بهتر شد. این تسلیم اجباری به این از این تسلیم اجباری به این تقویم تکراری. این درست بود. شما که اونجا واسین انقدر هیجان دارین و قلبتون اینجوری پخ پخ میکنه، میخواین واقعا بهترین رو نشون بدین، ولی بعد یه لحظه نمیشه، یک نوت رو نمیگیرین. نگاهم شد از آغاز همین قصه. یه ذره اینجوری شده. بیا با چگاهم شد از آغاز همین قصه. ندام خیلی هم راضی بودم، خیلی دوست داشتم، احساس میکردم کار کرده، احساس میکردم گوش کرده. من راضی بودم
از خودم، اما میدونم که میتونستم بهتر بخونم. ولی یعنی اولین بار این استودیو به این بزرگی هستیم راضی بودم از خودم. دست بزنیم براش. دومین بار که خوندم مثل بابک یا هومن بود که اینجوری دست زدم. درست بود؟ بعد من اینطوری رقصیدم و خوشحال شده بودم. چیزهایی که ما بهش گفتیم و انجام سعی داره میکنه انجام بده. آخه چشم و چراغ من چرا میتپسی هم واسه بخشی نفسم رفت آخرش. دلسا آخرش اینقدر زود نگو ببخشید، همه چیش عالیه، نگو لطف دیگه نگو ببخشید. خب مرسی. اعتمادم خیلی نه اعتماد به نفست خیلی خوب. من بیشتر به خاطر آقای هومن میترسیدم، به خاطر اینکه من قبل از اصلا این کامپیتیشن شروع بشه 2 سال پیش من آقای هومن رو به خاطر کلاسیکال موزیک میشناختم و همین وقتی اونجا هستش و اشاره میکنه که بخون من پامش جله میشه. دیگه داره خیلی شل میشه و جمع کردن بعدیش سخته. چرا میترسی هم واسه داری قصه دوست داشتی قصه‌شو؟ یه ذره قصه بوده، قصه بود دیگه، هم قصه بود. چرا میترسی هم واسه خوب بود. مرسی دلسا، عالی بود. دلسام درک میکرد، یعنی میفهمید داره چی کار میکنه. خوشم اومد، خیلی دوست داشتم این اکسپریانس، ولی از یه نظرم نمیدونم صدام چه شکلی در اومد. خب امیدوارم که خوب در اومده. اگه هر قطره بارون واسه دریای دنیا نیست. عالی بود، عالی بود. روشنا عالی بود. امروز از اون کسایی بود که رفت پشت میکروفون و خون، یه انگار یه آتیشی تو وجود من بود، یه آبی ریختن روش. دقیقاً دیگه این قطره تنها نیست. آفرین. بهتر میتونم یه بار میدونم نه میری، ولی خیلی خوب. گفتن آفرین، خیلی خوب خوندین، خیلی اینجوری دست میزدن آفرین. خیلی خوشحال شدم، خیلی باحال بود. توی این جشن بارونی تو دریایی نمیدونی. بد نیست هلن، ولی بهترش کن. اوکی. میگفتن که خوب بود تا یه حدیش و یه کلمه آخر بود که مشکل داشتم. نمیدونی دارارارا لگاتو بخون با هم، یه جا اون وسط یه ذره نوتا در میره. تو دریایی نمیدونی. زینت، نوت زینت. یه نوت کوچولو زینت میخواد. نمیدونی توی این جشن بارونی تو دریایی نمیدونی. تو دریایی نمیدونی. بعد دریاشو چیز میخواد. وقتی اینو به یکی بگی انگار صورتت مثلا صورتت یه ذره مهربون میکنی بهش میگی، یعنی مثلا تو خودت نمیدونی چقدر خوبی. میدونی چی میگم؟ مثل یه همچین حسی. ارزشت خیلی بیشتر از این هاست. توی این جشن بارونی تو دریایی نمیدونی. بیا کیپ داد. مرسی هلن. هلن هم احساس میکنم از نظر شخصیتی خیلی 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 خجالت تو وجودش هست، خیلی خودشو نگه میداره، میتونه بهتر از این باشه. یه عمری تو گوشت خوندن نمیذاریم نمیتونی. عالی بود، فقط میلرزید. از نظر ریتم و نوت عالی بود، همه اصلا هیچ اشکالی نداشتم. فقط میگم یه ذره صدام گرفته بود، باید یه جوری دوست داشتم اون صاف ترین حالت ممکن رو از صدام چیز کنم دیگه، اجرا کنم با صدام. تو گوشت خوندن نمیذاری نمیتونی. مرسی ارمیا، خوب بابی نمیدونی هلنو بگیر. نمیدونیش ده به خدا. من اون میاریم بالا درست میشه. من چند بار میکس درستش. من درست. 100% تو ضبط امروز دخترها بهتر بودن. گروه دخترها وقتی اومدن حس خیلی بهتری داد. خانوما دخترها بریم یه بار دیگه بریم. چه حرفایی تو دل هامون سوالا که نپرسیدیم. ما دخترها داریم میترکونیم. دلسا بیاد نزدیکتر به میکروفون. دلسا چه حرفایی. دخترها خیلی خوب خوندن، واقعا نشون دادن که دخترها باید امسال ببرن، یه دختر باید ببره. امیدوارم که دختر این سال ببره چون که دیگه سال ما هست. نگاه
صدای ارمیا رو الان من نمیشنم. ارمیا بیا نزدیکتر. بقیه سر جاشون لطفاً وایسن. یه احساس خیلی خوبیه. اصلا همین تجربه تو استودیو خوندن، حتی گروهی خوندن، برای من خیلی تجربه لذت بخش و شیرینی بود. یه بار فقط پسرها لطفاً برام بخونن. نمیتونم تصور کنم میکس نهایی چی در میاد. فقط منتظرم بره بیرون، نظر دیگران نسبت بهش بشنوم و امیدوارم که موفق بشه. در برنامه بعدی تمرینات هنرجویان همچنان ادامه داره. 1 و 2. این الان اولش اشتباهه. این اشتباهه. اونها برای آخرین بار قبل از اجرای زندهشون با خانم گوگوش گفتگویی صمیمانه‌ای دارن. ببخشید واقعا ببخشید. و اولین آهنگی رو که به صورت زنده قرار اجرا کنن دریافت میکنن. چه آهنگی گرفتم؟ آهنگ خیلی ندادین مرسی. من اینو همیشه دوست داشتم بخونم. توی با چقدر خوبه. بله من آمدم بیام روی صحنه بتر کنم اونجا رو. این آهنگ فکر کنم خیلی خوب به من بخوره. برای دیدن عکس‌ها و ویدیو هنرجویان آکادمی موسیقی گوگوش به وبسایت رسمی شبکه من و تو یک و همینطور صفحه فیسبوک آکادمی حتما لطفاً مراجعه کنید.